امروز در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه در گروه ا دسته равшани کلوب با تراکتور شهر تبریز ایران وارد رقابت می شود. برای فوتبال بازان مملکت در سیمای равшан باز یک امتحان دیگر مرو در پیش است. равшани کلوب برای بازی با تراکتور تبریز آمادگی پخته دیده است. طبع بازیگرانش هم بالیده. دیروز در رفت تمرین‌های پیش از بازی این را احساس کردن ممکن بود. اشتراک کردن در لیگ چمپیون‌های آسیا خود یک تاریخ است برای هر یک بازیگر. اگر پیروز شدند مخلصان و روزنامه‌نگاران آنها را چون قهرمان وصف می‌کنند. اگر باختند دل شکسته می‌شوند یا چیزی می‌گویند و می‌نویسند و یا عموما دیگر بحثی نمی‌آورند. امسال سال فوتبال تاجیکستان بود و در شروع آن ما توانستیم با دسته منتخب اساسی کشورمان در جام آسیا در جهان هنگامه علنگی را در فوتبال درانگیزیم و همه را شاد و خرسند گردانیم. فوتبال بازان ما را با شادی و خرسندی عادت کنانیدند. ما دیگر بازی زیبای مجلای دسته‌های تاجیکستان را می‌خواهیم. اما اشتراک دسته‌های مملکت در لیگ چمپیون‌ها نشان می‌دهد که سطح بازیگران هنوز پست است و لگیونرهای انتخاب شده طبع دل ما بازی نمی‌کنند. اگر با دیگر دسته‌ها در لیگ چمپیون‌های آسیا نظر کنیم کارنامه اساسی را لگیونرها 100% اجرا می‌کنند و آنها دسته‌ها را با بازی زیبایشان با فتح قله‌ها می‌بردارند. در گروه ا равшан یک مساویت در سفر با موهومبگان داشت که این دسته را هم کنفدراسیون فوتبال آسیا با سبب با بازی با تراکتور نامدنش با ایران از مسابقه راند. این یگانه دسته بود که ما میتوانستیم غلبه کرده شاد شویم. اما این شادی را اکنون میخواهیم در بازی‌های دیگر دریابیم. равшан در بازی دور اول با الوکر قطر در همین ورزشگاه با نتیجه 1-0 مغلوب شده بود. هنوز چیزی از دست نرفته است. با равшан هم مخلصان و راهبران باوری دارند. مربیشان مسعود نظرزاده نیست. تیم ما خب در چند روز گذشته بعد از بازی‌های عرض کنم که حالا لیگ و جام حذفیمون تقریبا یک هفته است 10 روز است که آمادگی داریم می‌بینیم برای این بازی تیار هستیم. تیممون خوب تمرین کرده، شرایط خوبی داره تیممون و از تیم تراکتور هم شناخت کامل داریم. میدونم که شرایط تیمشون در لیگ چطوره، در آسیا چطور هستن، از بازیکنانشون شناخت داریم. امیدوارم که یه بازی خوب بتونیم انجام بدیم در مقابلشون، بازی که شایسته تاجیکستان باشه.